درود و مهر خدمت تمام شما عزیزان دلم. امیدوارم که حال و احوالتون عالی عالی باشه. بریم امروز با هم یک پیشگویی رو داشته باشیم در ظرفی که پر از آب و نمک خالصه و امیدوار باشیم که تمام انرژی های مثبت و اتفاقات مثبتی که فال امروز قراره بهمون بگه رو جذب کنیم. خب بریم شروع کنیم. قبل از اینکه شروع کنیم لطفاً 3 نفس عمیق بکشید و راجع به هر نیتی که دارید به خوبی و راستی فکر کنید. خب به نام خدا. خب بریم پیام کائنات رو با همدیگه بررسی کنیم. امروز به شما نشون داده میشه که چند تا نشونه یا حالا یک سری افکاری به سراغ شما بیاد که بهت یک سری راهنمایی ها رو بکنه که چرا یک تصمیمی رو گرفتی یا چرا وارد یک راه و مسیر خاصی شدی. در واقع شما رو مواجه میکنه با حکمتی که واسهتون دیده شده، با حکمتی که وجود داشته برای شما. یک نفر که توی حروف اسمیش ی یا الف داره شما رو تحت تاثیر قرار میده، انگار که کاری رو بکنه که شما خیلی تعجب کنید. اگر که از خونه به دور هستید، اگر که به تنهایی زندگی میکنید، از خونه و خانواده دور هستید، یک خبر خوبی رو دارم میبینم که میشنوید. یا اگر عزیزان من هستید که در غربت هستید، منتظر هستید کسی به شما سر بزنه یا خودتون قصد دارید که حالا به دیدار کسی برید، عددش براتون عدد 3 افتاده. امید که 3 روز باشه و به 3 هفته و 3 ماه نکشه و امید که واسهتون پر از خیر و برکت باشه. پولی رو دارم میبینم که براش در رفت آمد هستید، روش براتون خوشحالی افتاده، میبینم به دست شما میرسه. یک دیدار کوتاه با کسی دارید که به تازگی باهاش آشنا شدید در 2 وعده آینده، که این دیدار حرفهای کوتاه و مهمی رو بینتون رد و بدل میکنه و انگار شما یک حس تازگی، یک انگیزه، همونطور که میبینید نوبت به این فال که رسید شعله شمع هم داره از خودش یک سری ارتعاشات خاصی رو نشون میده که نشون دهنده اینه که چقدر واسه شما عزیزان دل من خوب و جالب افتاده. یک حس و انگیزه جدیدی رو براتون میبینم از سمت این آدم. کسی از راه دور داره بهتون یا سلام میفرسته یا اینکه خیلی داره به شما فکر میکنه. عزیزم دارم میبینم توی محل کارتون یا حالا جایی که درس میخونید، کار میکنید، اونجا فعالیتی رو انجام میدید، میگه نیاز یک سری تصمیم گیری ها و دقت های خاصی رو داشته باشید. یکم حواستون رو بیشتر جمع کنید. دارم میبینم در مورد یک مسئله مالی مجبور به تصمیم گیری خواهید بود. انگار که باید راجع به یک پولی که حالا یا سپرده دارید یا یک پولی که تازه به دستتون رسیده یه صحبتی داشته باشید، یک تصمیم خاصی رو بگیرید. یک فردی که تو حروف اسم یا فامیلش که یا نون داره و این آدم معمولاً رسمی پوشه، کراوات داره یا اینکه مثلا پیراهن و یا کت شلوار مردونه به تن داره، توی این مسئله مالی به شما خیلی کمک میکنه. به حرفش گوش بدید. برای یک سری از شما عزیزانم آشتی دارم میبینم، انگار آقای تنها که توی حروف اسمیشون د، ن یا ر دارن به شما فکر میکنن اینکه چجوری به سمت شما برگردن، شما رو خوشحال کنن. برای یک سری از عزیزانم که ازدواج کردن دارم میبینم میگه از یک سری بحث و حالا یک سری مجادله هایی که ممکنه پیش بیاد توی این هفته دوری کن. لازم نیست جواب هر حرفی رو بدی. اگر آرامش خودت و زندگیت خیلی واسط مهمه، به هیچ عنوان جواب یک سری حرف ها رو نده.
دور هم جمع شدن، دور همی، پیشنهاد این که دور هم دیگه جمع باشید و بگو بخند و جشن، یا حالا یک حالتی مثل رقصیدن یا دور هم گفتن و خندیدن باشه دارم براتون میبینم. آمین براتون. امیدوارم که این ارتعاشات مثبت و این فال خوب رو دریافت کرده باشید. اگر آماده دریافت تمام پیام‌های مثبت این فال هستید، لطفاً عدد کیهانی 444 رو داخل کامنت ها بنویسید و بفرمایید که آمادگی جذب این فال خوب و این حال خوب رو دارید. از شما بسیار متشکرم که این ویدیو رو با من تا انتها تماشا کردید و امیدوارم که بسیار روزگار بر شما خوش بدرخشه. تا ویدیوی آینده شما رو به بارگاه الهی میسپارم.